سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این ویدیو به دو تقسیم است. ویدیو اول جنگ قرقستان و تاجیکستان چی بود از نظر اسلام و دوم از نظر علم عسکری این جنگ چی بود و چی شد و با چی تمام شد و چرا دوباره برنگردد. ما از نظر اسلام میبینیم که مردم تاجیکستان و مردم قرقستان هر دو مسلمانند، هر دو اهل سنتند و یک مذهبند، مذهب ابو حنیفه رحمه الله. هیچ فرقی ندارد از نظر اسلام، هر دو مسلمانند. پس آن گرانیسه حدودی که کشیدن، این حدود را کی کشید؟ مردم تاجیکستان یا قرقستان. این یک حدود کشیدن که تاجیکستان در درون قرقستان میبراید به ازبکستان میدارد، ازبکستان به تاجیکستان میبرد. این یک مسخره است. در سر ما یک دشمنی وطن رسمی این گرانیس رو کشید و ما در این با دندان ها میخپیم که این زمین ما است. تاجیکایی که در ازبکستان هستند اونها چی هستند؟ گراجین ما نیستند، تاجیک نیستند. یا در قرقستان هزارها تاجیکا زندگی دارند و بالعکس با تاجیکستان هم قرقیزا زندگی دارند، با تاجیکستان هم ازبک ها زندگی دارند. این چی مسخره است که یک دشمن وطن رسمی این گرانیس رو کشیده است. در این چیزی که دشمن در سر ما گذاشت و در این میداریم، میخپیم و دیگر رو میکشیم. آره، همین قرقیز هم مسلمان است، تاجیک هم مسلمان است و خاصتا یک مذهب هم. اگر ما دعوای مسلمانی داشته باشیم پس حکم شرعی دینی رو بگوییم. از نظر شرعی این یک فتنه هست، نباید ما برادرکشی کنیم. ازبکستان و قرقستان و افغانستان همه اینها یک برادرند، یک دولت بودند. تاریخ رو ببینید، خراسان بودند، ترکستان بودند، همه اینا یک دولت بودند. در این حدیث توغری میبیاد که فالقاتل و المقتول فی النار. این فتنه کلانی هست. کشته شده و کشنده در دوزخ است. گفتند یا رسول الله، کشنده مفهوم است، او ظالم است، کشت. مظلومی که کشته شد چرا در دوزخ است؟ محمد صلی الله علیه و سلم گفتند این هم دست به سلاح زده کشتنی برادر خودش بود. ما نباید سلاح برداریم بر سری قرقیز و ازبک و افغان و دیگر. این حرام است، اجازه نیست. و میگذاریم به قسم دوم ویدیو. این از نظر علم عسکری. ما میبینیم که تاجیکستان عددش بسیارتر است از قرقستان و سلاح و عسکری و بسیارتر است از قرقستان و مردم تاجیکستان هم خیلی موتیواسیون گوییم بالا بود، خیلی جنگجو بودن. حتی ویدیو دیدم یک جنگاور تاجیک و ما رمایت اذ رمایت ولکن الله رمى با همین سخنها میپروندن. باور کنید گوییم преимущество با تاجیکستان بود. پس سوال، جنگ با چی تمام شد؟ جنگ با چی ادامه یافت؟ چرا جنگ سرازو گوییم خاموش شد؟ با این جواب از نظر عسکری و این گوییم نگاه میکنیم چی شد و با چی تمام شد و کسی که علم عسکری دارد او میفهمد. خب در استاتیستیک جنگ سه چیز حالت جنگ رو عوض میکند، حالت جنگ رو تغییر مییابد. اولا متفجرات، زرگنی خرابات گوییم، و دوم سنایپر، قناص، و سیوم این مینامیات. مثال این کار متفجرات وقتی که هزار یک نمود هست، پروتف تانکوی، پروتف پیخاتی و غیره و غیره هست. وقتی که نگاه میکنیم که دشمن با تانک و پیخات و BMP و دیگر به شما هجوم دارد، یک متفجرات در پیش مینه میماند
و میبینید که تمام جنگی که بود تغییر می‌یابد. و دوم قناز اینچنین یک قناز در یک جا می‌نشیند 100-200 دشمنی که می‌بیاد او می‌تواند حالت جنگ رو عوض کند. و سوم مینامیات این هم حالت جنگ رو عوض می‌کند. ما می‌بینیم که در جنگ اوکراین و روسیه 80-90% جنگی شده است این با مینامیات و гаубица و اینطوری هست. و در علم عسکری چیزی نوی پیدا شد، چهارم استاتستیکی آنه که حالت جنگ رو تغییر می‌یابد. این هم بایرختر است و بیسپیلوتی که هست. و در جنگ قرغیزستان تاجیکستان همین بود که وقتی که قرغیزستان بایرختر را برداشت و ما دیدیم عاقبت او چی شد و جنگ گویم سرازو خاموش شد و تغییر یافت حالت جنگ. باور کنید این بایرختر یک چیز خطرناک هم هست. ما در جنگ آذربایجان و ارمنیا دیدیم که ارمنیا با او روسیه بود و سلاح‌های نوی داشت و بسیار جنگاورای او ارمنیا мотивация داشتند و کوه و بلندی بر دست ارمنیا بود، ولیکن یک بایرختر تمام حالت جنگ را عوض کرد. ما در ویدیو هم دیدیم که هزارها عسکری ارمنیا کشته شدند و چنین حالت جنگ تیز تغییر یافت که حتی ارمنیا در گریختن از جنگ اسپید نکردند. و گوییم که روسیه هم کمک بسیاری کرد ولی فایده نآورد. یک بایرختر تمام جنگ را حالتش را عوض کرد. حتی گوییم همون پاشینیان رئیس ارمنیا باور کنید سراز راضی شد که اکوپاسیا چطوری کنم سراز راضی شد که به جنگ همین زمین ها را با آذربایجان بسپارد. نگاه کنید چه خیلی تغییر کلان یافت. و گذاریم به جنگ اوکراین. روسیه با همه دهشت و سلاحاش هجوم کرد. اولی جنگ ما میدانیم و بایرختر باور کنید همه این جنگ حالت جنگ را تغییر یافت. این تانک‌های و ذخیره‌های و اون سوزشوارایی که در تانک و چیزا می اومد هم بارشو میزد، این بایرختر میزد، حالت جنگ تغییر یافت. حتی یک استروف جزیره زمینی اگر خطا نکنم در اونجا هست. چند باره روسیه اونجا میرود، اونجا رو میگیرد، هیچ شخصی نیست در اونجا، میگیرد بایرختر آنها رو میزند، از اونجا میبرویند. لودکه ها میبیاد، لودکه ها رو میزند از همین بایرختر. و روسیه با همه قدرتی بزرگش با همین بایرختر حتی ضعیف آمد. باور خیلی جنگ اوکراین رو همین بایرختر یکی از سبب‌ها بایرختر بود که عوض شد. و همین است که چهارم استاتستیک نو این بیسپیلوتنیکو و گویم همین بایرختر و مانند همینا حالت جنگ رو عوض میکنند. و همین بایرختری که در دست گویم قرغیزستان هست همین تمام ارمه تاجیکستان رو هم ممکن نیست نابود هم کند. روسیه که عاجز آمد در این بایرختر ما فکر میکنیم که تاجیکستان زورش میرسد. این تاجیکستان یک ارمی دارد که ارمی این سالهای 41 و 45 همون سلاح و همون تانک و همون چیزایی که در همون وقت تو غری میبیاد و در این عصر نو همینا به کار نمیبیاد. همین سبب شد جنگ خاموش شد و دیگر بر نمیگردد. تاجیکستان با همه قدرتش هم هجوم کند زورش نمیرسد، برای یک بایرختر زورش نمیرسد. برای همین این جنگ تمام شد و دیدیم که پرزیدنت تاجیکستان رفته با زمین قرغیزستان رفته صلح کردن در این حال کردن. نه اینی که پرزیدنت قرغیزستان آمد به تاجیکستان حل این مشکلات رو کنند، نه بالعکس. چون که پاشینیان راضی شد در همه چیز، اینم تاجیکستان رفت با قرغیزستان صلح و به صلح دگاور کردن گوییم. الحمدلله این خبر خوش است که جنگ تمام شد و دیگر بر بین قرغیزستان و ازبکستان دیگر چیزا جنگ نخواهد شد. تا حالی که در دست آنها بایرختر و دیگر چیز است و تا حالی که ما
با روسیه ارمی ما قفا مانده هست و تانکوی چیزهایی همه کونه و ورتالاتوی کونه تمام سلاحهای عسکری همش کونه است هیچ دبالا کار نمیبیاد و در آخر گفتنی هم که ای مردم در این فتنه داده نشوین این دشمن وطنی که در سر ما حدود گذاشت این رو قبول نکنین الان ما میبینیم که میلیون ها تاجیک‌ها در ازبکستان زندگی دارند و میلیون ها ازبک‌ها در تاجیکستان زندگی دارند این چی میشود این دشمن وطن ما که حدود رو گذاشتن ما در این داشتیم قپیدیم این رو قبول نکنیم همه ما برادریم هزارها سال است که ما یک جای زندگی میکنیم هیچ دشمنی نداشتیم باید همکاری باشیم و همین سبب است که ما با هم زندگی میکردیم دوستی برادر بودیم برای همین است که تاجیک‌ها بین ازبک‌ها با ازبک‌ها بین تاجیک‌ها با قرغیز هم بین تاجیک و ازبک همینطوری شدن بر ما اویگورا هم هستن تاجیک‌ها در افغانستان رفت افغانستان همینطوری شد همین اینو سبب است که دلیل هست که ما برادر بودیم و در یک دولت بودیم کاری که قبول نکنین این حدودایی که دشمنی ما گذاشتن و کسی که با قومی دعوت میکند این خائن و دشمنی وطن است این بوی جاهلی از او میبیاد گویم سوپر جاهلی است برای همین داده نشوین در این فتنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.